بالاخره به تابلو سمنان رسیدیم. باورم نمیشه همچین تابلوی تو ایران وجود داره. اصلا داریم وجود داره میشوشه. یک بیمارستان عادی در سلام خوب هستی؟ اما یه اتاق می‌خواستیم برای آپاریسی دندونش نشون بده. یه چی دیدم برای فروش برات قیمت زدم. خب برام بخریم. اون قسمتش 298. دقیقا همونه. رمزی قیمت گذاشته برای. میدونی کافه معروفش چیه؟ لمیس سمنان. حرومز. اما بچه‌ها میگن به من مرتضی دندون. قشنگه دیگه. خود یه میذاری دندون دیگه. آره. اجبارا موقعی که زحمت می‌خوای بگیری باید دندون